روز افتر بیا ذهنت چارج کو. شکوه و شکایت به خدا به درد نمیخوره. هم یک دفعه از خود سوال کنیم روز چند دفعه موبایل تان چارج میکنین؟ 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه کدام ما چارج میکنیم؟ چی معنا میته؟ یعنی از بس که در این مصروف هستیم. اما ذهنتان چند دفعه چارج میکنین؟ والا استاد چارجرایش نامده، چی رقم چارج کنین؟ ذهن چارج کردن شنیدن یک گپ خوب است. هم یالی که استاد بارگزای گپ میزد من خود ذهنم چارج شد. استاد عباس محمدی گپ میزد ذهنم چارج شد. تو خودت یک گپ میزنید ذهن من چارج میشه. خوراک ذهن کلام خوب است. و این بیاین ما براتون آماده میسازیم، تلاش میکنیم، زحمت میکنیم. تو بیا فقط یک ساعت تک چوکی های لوکس نرم از بیشی ساعت تام تیر میشه. به خاطر همی که خسته کن نشه شعر فکایی کل چیزام دایش میکس کردیم که شما بیاین یک چیزی یاد بگیرین. و هر افغان وطن دوست اگر از این پروسه حمایت کنه ثواب است و هر کسی که از این پروسه